اسم من میتراست. 33 سالمه تو اسالم تالش به دنیا آمدم. من اینجا رو خیلی دوست دارم چون اینجا واقعا احساس خوشبختی میکنم. من عاشق نقاشی هستم. گاهی اوقاتم مینویسم. هر موقع دلتنگ میشم پناه میبرم به نقاشی. نقاشی واقعا آرومم میکنه چون هرچی تو دلمه میتونم بگم و اینجوری احساس سبکی میکنم و از اینکه خدا این توانایی رو بهم داده واقعا ازش ممنونم. خواهرم جمیله ناشنواست و 11 سال از من بزرگتره. اون خیلی فهمیده، باهوش و مهربونه. ما دوتا واقعا به هم وابسته ایم و بدون هم دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. در واقع باید بگم یک روح هستیم در دو جسم، طوری که مردم به ما میگن کار و اندیشه. یعنی من زبون جمیلم و جمیله دست و پای منه و ما اینطوری همدیگر رو کامل میکنیم. من واقعا احساس میکنم این تقدیر خداوند بوده که ما رو در کنار هم و برای همدیگه آفریده و اینو میدونم که همیشه حواسش به ماست و از این بابت همیشه خدا رو شکر میکنم. با اون وضعش، با اون کیفیتش، میترا نماز پنجگانه‌ش رو هیچ موقع قضا نمیده. دقت بکنین دوتا کو کشیدم. خواستم بگم که در برابر مشکلات باید استوار باشیم. بعد اینم چند تا از دوستامه دارن اون بالا منو نگاه میکنن. اینم یکی از دوستامه. خودمو دراز کشیدم مثل درخت، با وجودی که افتادم اما ریشم تو خاک، یعنی هنوز زنده ام. منم از این زاویه دارم این پل نگاه میکنم که پل خوشبختیه و مطمئنم یه روزی از پل خوشبختی خواهم گذشت.